نام جوان سانتیاگو بود. چون علاقه زیادی به سفر کردن داشت، چوپان شد. چند باری در خواب دید که کودکی به او وعده یافتن گنج بزرگی را در کنار اهرام ثلاثه مصر میداد. برای تعبیر خوابش نزد یک کولی رفت و آن کولی به او گفت که وعده یافتن گنج حتمی است. حتما برای شما اتفاق افتاده که یه قصه یا یه کتابی توی زندگیتون تاثیر خیلی زیادی گذاشته و توی مراحل مختلف زندگیتون هی یه سری اتفاقاتی باعث شده که یاد اون قصه یاد اون کتابه افتادید و هی فلش بک زده. برای من اون قصه این کتاب کیمیاگر هست. من الهام هستم و به کانال من خوش اومدید. چوپان در حالی که مردد بود به مصر سفر کند یا نه، با پیرمردی آشنا شد که می گفت پادشاه سالیم است. پیرمرد به جوان گفت افسانه شخصی همان چیزی است که همواره آرزوی انجام دادنش را داری. روح جهان از احساسات انسانها تغذیه می کند. تحقق بخشیدن به افسانه شخصی یگانه وظیفه آدمیان است و هنگامی که آرزوی چیزی را داری، سراسر کیهان همدست می شود تا بتوانی آن آرزو را تحقق بخشی. پس جوان سفرش را به مصر آغاز کرد، اما در بدو ورود دزد تمام دارایی‌اش را برد و سانتیاگو برای به دست آوردن پول در یک بلور فروشی مشغول به کار شد. بعد از ماه‌ها تصمیم گرفت به شهر خود بازگردد، اما مرد بلور فروش به او گفت تو به شهرت بر نمیگردی. جوان پرسید چه کسی به شما این را گفته؟ مرد گفت مکتوب. جوان پرسید یعنی چه؟ مرد گفت یعنی نوشته شده. من برای اولین باری که این کتاب رو خوندم، خب به خاطر اینکه عاشق کویر هستم و این بخش زیادی از این کتاب داره توی کویر مصر اتفاق میفته، خب خیلی برام جذاب بود و هر باری که به کویر سفر میکردم خب اون یه سری از این صحنه‌هایی که توی این کتاب اتفاق میفته هی برام فلش بک میخورد. اما وقتی که به کویر لوط سفر کردم، مخصوصا سفرهایی که با حاج عظیم داشتم، اصلا این قصه برای من یک شکل و فرم دیگه ای پیدا کرد و دیشب که در واقع حالا اون چالش 24 ساعت تنها در کویر رو داشتم اجرا می‌کردم، ناخودآگاه دلم پر کشید برای لوط و تصمیم گرفتم که همزمان بیام هم یه بخشی از این کتاب رو برای شما بخونم و هم سفرم به لوط رو با حاجی که حالا توی چند تا سفرهای مجزا هست رو برای شما قصهش رو تعریف بکنم. پس همراه من باشید، حمایت بکنید و امیدوارم که این سفر هم براتون مورد توجه باشه. حاجی عظیم. بله بفرمایید. استارتو زدی ایشالله. بله. امید به خدا. مسیرمون چیه؟ بریم. از کدوم ور اومدیم؟ بعد میریم جوان تصمیم گرفت به کاروانی بپیوندد تا برای رسیدن به اهرام ثلاثه از صحرا عبور کند.
مردی با چشمهای تیره رو به کاروان ایستاد و با صدای بلند گفت: من کاروان سالارم. بر تک تک افرادی که با خود میبرم حق مرگ و زندگی دارم، چون صحرا زن هوسبازی است و گاهی مردها را دیوانه می کند. اکنون می خواهم هر یک از شما به خدای خود سوگند بخورید که تحت هر شرایطی از من پیروی کنید. در صحرا نافرمانی به معنای مرگ است. ولی هستم بیادبی ما حرف بزنه، ولی بقیه دوستانم همه استادن، ولی خب رسم همیشه آدم یکم پر حرفی کنه بهتر. انشالله سفر خوبی خواهیم داشت به امید خدا و خواهیم رفت. اولین کاری که میکنیم ماشینا رو به ترتیب میچینیم. رفتی هم به رانندگی افراد نداره، حالا ماشینا رو بالا پایین میکنیم میچینیم طبق مسیر. بعد انشالله زباله نمیریزیم به هیچ عنوان. تحصیلگارا اینجا مشتری داره میخرن ازتون و راه کردن آشغال و دستمال کاغذی خصوصا که میدونم شما این کار رو نمی کنید، ولی خب همینجوری ما میگیم الکی و انشالله تو یک خط میریم. خوبیاش هم اینه که حادثه‌ای برای ماشینای بعدی پیش نمیاد، چون یه نفر اون جلو هست که هر خطری باشه حالا یا باش مواجه میشه یا قبلش میفهم بقیه اطلاع میده. دار و درخت زیر گرفته نمیشه، رد زیاد نمیمونه. وقتی تو یک خط چرخ میریم کلی منفعت های زیاد داره. بیسیماتون حتما صداش از صدای ضبط بیشتر باشه. راننده ها پیاده که میشن بیسیماشون تو دستشون باشه خیلی خوبه. بعد فاصله زیاد نمیگیریم از هم دیگه، چون هر ماشینی موظفه ماشین جلویش رو تعقیب کنه، ماشین پشت سریش هم توانش داشته باشه که اگر ماشین پشت سریش جامون آرومتر بره، ماشین جلویش دورتر شد باید یکم تندتر بره که این قطاری بودن گروه حفظ بشه. و برای نهار وقت زیادی نداریم. آقای اقبالی گفتن رژیم بگیریم نهار نخوریم. همه تو رژیم. آره کارملا بهمون میده انشالله نفری. همون کارملا رو هم میتونیم در عرض 30 دقیقه 20 دقیقه 40 دقیقه مصرف کنیم. اگه بالا خشکم حساب کنیم قبول میکنیم. تو رو بزنی خودش به دماغ سیر میشیم. شبا هم که انشالله کمپ میکنیم و میخوابیم، مثل بعضی تا 3 شب 4 شب بیدار نمونیم. فردا صبح کسل میشیم. آقای اقبالی گفته 8 صبح پاشید راه بیفتید. من میگم نه، شما 8 پاشید 9 راه بیفتید. خیلی خوششون اومده از این ستا چی؟ نه خیلی بیشتر از این ستا. این ستا رو اوکی بکنیم همه اوکیه. بعد توی مسیر دوستان بغل دستی ها به هیچ عنوان به راننده نگن چی کار بکن چی کار نکن. خودم باشم دست پاچه میشم همچین با کله میرم تو شیب که نگی. راننده رو ولش کنید، اگر اشتباهی هم کرد به بزرگواری خودتون ببخشید، بذارید راننده کار خودشو بکنه. با راننده های دیگه هم که اصلا کاری نداریم، ما به ما چه هر کاری دوست دارم بکنه. فقط اون نفری که سر تیغه وای میسته حالا هر کی بود اون میتونه راهنمایی کنه چون اونجا رو دیده و آشناست. یادم میره به شما نگاه میکنه آجی به من نگاه کن روم به دیفار بدتر میشه. خیلی حیاتیه تو مسیر و از خیلی از خطرات آدم رو نجات میده. آدم حواسش نیست ولی ماشین قبلی اعلام میکنه اگر بیسیم در دسترس باشه خیلی از خطرات رو میشه ازش فرار. بعد اومدیم لذت ببریم. رانندگی که همه راننده هم، مقام هم که همه مقام دارن. کسی برای مقام نیومده، اگه اومده بود میرفت پیست حالا نوعی میگیره فیلمش هم میگرفتن تلویزیون هم میشه. کبیر اولیا چی؟ بس اون حرفی نداریم. کبیر اولیا که خب استادن اونا شما یه سوال داشته باشه شما تازیات گرفتم. بعد بعد تایراتون همون در 12 که میگیم طبق مسیر میگیم. هیچ وقت به عنوان اینکه تایر خراب میشه بیشتر باختونم یا بارم سنگین این کارو نکنید. باد زیاد باعث میشه اینقدر به ماشینتون گاز بدید که پیر موتورش در بیاد. موتور 400 500 تومن تایر 10 تومن حل میشه. کم ترش میکنه 8 تومن. با 10 تومن تایر رو حل میشه که حل موتور بیچاره میکنه آدم. مرسی باشه. رو داشته باشه.
شرط انصاف نیست. روز اول سفر اینو به ما نشون بدید. آب ندیده مراد است. دشت لوت به گرمترین نقطه کره زمین هم معروفه که در جنوب شرقی ایران بین 3 استان سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی قرار داره. این بیابون رو میشه به 3 قسمت کلودها، بزرگریگ و بخش بیابانی تقسیم بکنیم که هر کدوم قطعاً شگفتی‌های خاص خودشو داره. تو این سفر هدف ما بخش ریگزار اون یعنی بزرگریگه. مسیرهای شرق به غرب و جنوب به شمال مسیرهای تعریف شده گردشگری هستند. توجه داشته باشید ورود به این منطقه نیازمند دریافت مجوزهای قانونیه که توسط لیدرهای مورد تایید برای شما گرفته میشه که شما رو تو این سفر همراهی میکنن که برای شما خطرهای جانی و مالی به دنبال نداشته باشه. ورودمون به لوت چنان خوش آمدگویی مفصلی داشت که به نظرم اومد این سفر یکی از زیباترین سفرهای زندگیم خواهد بود. حتی سر فلکی یه چاله اون چاله رو حواستون باشه. سردرد ما چاله یا واسط بی چاله 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 یواش چاله باید از همین کف بیاییم برای یه چاله داره. اینجا یه چاله است خطای دیده، باید وایستم بچه ها رو بگم که چاله است یه وقت نرم تو چاله هیرو بشه. از اون چاله که رادیات مادیات همه رو مرخص میکنه.
چشمیه، تجربیه؟ تجربه است و بعدم اون حسیه که از تجربه نشأت گرفته. به چشمت به تیغه یا به یه جایی میخوره تا یه حدود اون تجربه اون حس بهت میگه که اون پشت که دیده نمیشه چه خبر. و یکی هم حضور ذهن برای فرار داشته باشی که اگه یه وقت تشخیص درست نبود اون پشت خطری بود، چاله‌ای بود، بتونی ازش فرار کنی. این دیگه خیلی کار سختیه. نه اگه مسلط باشی به ماشین و سرعت و اینات اندازه قدرت خودت باشه میتونی فرار کنی، ولی اگر بیشتر از قدرت خودت و ماشینت بخوای کار بکشی اون وقت نمیتونی فرار کنی. خفت میشه آدم و داستان غم انگیز میشه. یادم یکی از سفرهای قبلی افتاد که برای یکی از ماشین‌ها یه مشکلی پیش اومد که به قول حاجی ماجرا غم انگیز شد. فعلا این ماشین رو گذاشتیم یه جای امن و خودمون به بقیه سفرمون ادامه دادیم که بعدا برگردیم سراغش. شما هم حمایت سابسکرایب یادتون نره. در قسمت بعدی همراه من باشید.